30 سال زندگی کردم تا فهمیدم ورق آلومینیومی چه کاربردهای جالبی داره. نگه داشتن قیف توی خونه جاگیر و تمیز کردنش سخت. فویل رو به این شکل تا بزن، قیف همه کاره درست کن و بعد استفاده دور بنداز. اگه باتری قلمی خالی شده یا نداشتی، یه تیکه فویل رو گوله کن، بذار روی قطب منفی و باتری نیم قلمی رو داخلش جا بنداز. میبینی که شروع به کار کردن میکنه. یه تیکه فویل رو دور دهانه شمع لیوانی بپیچ، وسطش رو سوراخ کن و بذار 1 ساعتی بسوزه تا کامل آب شو به شکل اول در بیاد. وقتی در قابلمه نداشتی که فویل رو به این شکل در بیار، هم زودتر میجوشه هم غذا گرم میمونه. یه تیکه فویل رو توی کاسه بذار، داخلش کمی جوش شیرین و آب جوش بریز، نقره سیاه رو داخلش بنداز، ببین بعد چند دقیقه چقدر تمیز و شفاف میشه. رسوب شیرالات رو با یه گوله فویل پاک کن، چند بار بکش، از روز اول تمیزتر میشه. دور ساقه موز بعد از شستن و خشک کردن فویل بپیچ، دیرتر سیاه میشه و موندگاریش بیشتر میشه. با قیچی کن شده یه تیکه فویل رو چند بار قیچی کن، 10 سال دیگه کار میکنه. روی تیغه پوسکن هم فویل بکش، سریع تیز میشه. وقتی فویل میخری از این قسمت فشار بده تا محکم شه، به این شکل ازش استفاده کن. من جای تو باشم این پیج رو هیچ وقت گم نمیکنم. اگه حتی یه دونه از این ترفندهای فویل واسه جالب و کاربردی بود، خوشحال میشم توی کامنت همین پست واسم 3 تا قلب بذاری.